شاید تو هم دیدی تو خیابونا پر شده از صداها و شعارها. هر روز آدم‌ها بیرون میان و حرفاشونو میزنن. بعضیا فریاد میزنن، بعضیا هم فقط نگاه میکنن. بعضیا امیدوارن، بعضی‌ها نگران. اما همه یه چیز مشترک دارن: خواستن و شنیده شدن. ببین، این صداها و داستانها، احساسها، چیزهای زیادی گفته نشده. سکوتها، نگاهها، قدمها، همه بخشی از یک تصویر بزرگترن. چیزی که هیچ کس نمیتونه کامل بفهمه جز خودش. و وقتی همه اینها رو میبینی، تازه میفهمی ما گاهی فقط بازیچه جریان‌ها هستیم رفیق من. و فقط خداست که همه چیزو میدونه و آگاهه. بازیچه جریان‌ها نشیم. یا حق.